حکیم ابوالقاسم فردوسی در اثر بیزوال خود لباس نیاگان ما را وصف نموده می گوید: منیژه منم دخت افراسیاب، برهنه ندیدی رخم آفتاب. همه دخت توران پوشیده روی، همه سرو بالا همه مشک بوی. نخستین متن تاریخی که در آن حجاب پوشیدن زنان و یا سرپوش ثابت شده است به عصر 13 پیش از میلاد تعلق دارد. در آن آمده است که زنان آشوری که از طبقه های بالا باشند، فرق نداشت که آن زن خانه‌دار شده است یا نه، وقتی به کوچه برآیند باید سرشان را با سرپوش یا چادر میپوشانیدند. در این تمدن تاریخی زنانی که از طبقه های بالا بودند با حجاب خود فرق میکردند. در مقابل زنان دیگر که از طبقه های اجتماعی پایان بودند و با پای سبوکی شناخته میشدند از پوشیدن سرپوش محروم بودند. برعکس قانون با آن زنان سبکپایی که حجاب بربر میکردند جزای سخت مقرر کرده بود که آن تا حد زندان و 50 دره خوردن میرسید. امیل مارمارستین این امتیاز طبقوی را چنین شرح میدهد: حجاب نشانه اصیلزاده و دارای تربیت خوب بودن زن به شمار میرفت. آن رمز امتیاز بود. حتی طبقه حکمران در یونان قدیم چنین عادت را به خود کسب کرده بودند. در حماسه گلگمش که یکی از اثرهای تاریخی قدیم در شرق به شمار میرود نیز دیده می شود که یکی از زنان مقدس در آن همچون بانی میانه سال تصویر شده است که در تن حجاب داشت. در سرزمین عراق کهن باشد آلیه‌ای که من بعد به نام ملکه زنان معروف شد پرستیده می شد، زیرا آن را همچون رمز قوت و محبت و جنس می دانستند، ولی در عین زمان آن را چنان تصویر می کردند که دائما حجاب می پوشد و لباس دراز و وسیع به بر می کند. بنا به تحقیقاتی که برخی از دانشمندان ساحه در سرچشمه های ادبی و نقش و نگاره های تاریخی گذراندند، میان زنان و یا حد اقل آن زنانی که در جامعه یونان قدیم صاحب مقام بلند بودند رایج بود که موی و روی خود را نزد عامه پوشیده نگه دارند. در این صدد تاریخ برای ما حادثه مهمی را به قید گذاشته است. سال 166 پیش از میلاد گنرال و دولت مرد رومی گای سولپیتسکی گال زن خود را طلاق میدهد، چون که او از خانه سر و روی خود را کشاده به بیرون برآمده است. به قول گای او برای مردم چیزی را نشان داده است که باید آن را تنها به شوهر خود نشان میداد. همه این مثال های گذشته بیانگری آن است که حجاب تنها محصور به امت های نبود که میان آنها شمه از رسالت های الهی باقی مانده بود، بلکه حجاب و پوشیدن روی حتی میان ملت هایی که به گواهی تاریخ آنها از روی تعلیمات شریعت الهی عمل نمی کردند نیز رایج بوده است. این چنین محیط شرم و حیا برای انکشاف امر الهی عاید به حجاب زمینه مساعد فراهم می آورد. خلاصه اگر عنعنه های حجابداری باقی مانده شریعت های از بین رفته آسمانی هم نباشد، پس حجاب برای جامعه بشری یک پدیده نو و یا در خط مشی تاریخ انسانی حادثه استثنایی نبود، بلکه بالکل به ارزشات فطری موافقت میکرد. پیرامون انتشار فرهنگ حجاب محقق الوین شمیت چنین میگوید: وقتی نصرانیت به میدان آمد پوشش زنان با حجاب در فرهنگ‌های گوناگون انتشاری وسیع داشت. آلفرد یرمیاس عالم دینشناس نمیس در تحقیقات بی‌نظیر خود به نام حجاب از دوران شومر تا زمان امروز نشان داده است که زنان شومری، آشوری، بابلی، مصری، یونانی، عبرانی و چینی و رومی در زمان مسیح حجاب می‌پوشیدند. از گفته‌های بالا معلوم می‌شود که قرآن در تاریخ یکه و تنها نبود که دور از جریان انسانی و تاریخی به حجاب پوشیدن زنان دعوت کرده باشد، زیرا عفت و حیا از صمیم نهاد روانی انسان درست به شمار می‌رود و انسانیت بر اساس همین حقیقت حرکت کرده است. زنان راهنمایی یافتند و ارزش شرم و حیا را بالا بردند و به فضیلت حیا ارج گذاشتند. تاریخ بشریت گواه صدها نمونه از ملت و اقوام مختلف بازگوی نموده است. مادام چنین است، جای تعجب نیست که هنوز پیش از آمدن اسلام دیانت یهودی و مسیحی به حجاب زن تاکید میکرد. حجاب در دیانت
یهودی و مسیحی. شکل حجاب زنان در عهد قدیم که یهود به آن ایمان دارند گوناگون آمده است، ولی مضمون همه یک است که آن پوششی واجب می باشد که به بدن و موی و دیگر جایهای جالب زن تعلق دارد. در سفر تثنیه به طور واضح سخن درباره آنچه باید مرد بپوشد و آنچه زن بپوشد آمده است. در آن آمده است که زن حق ندارد که لباس مردان را بپوشد و همچنین به مرد نیز جایز نیست که پوشش زنان را به بر کند. در سفر تکوین قصه زن به نام رفقه ذکر می شود. رفقه چشمانش را می بردارد و اسحاق را می بیند. بعد از شتر پیاده شده به غلام می گوید این مردی که در زمین ما می گردد کیست؟ غلام می گوید وای خواجه من است. بعد رفقه برقع را گرفته با آن روی خود را می پوشاند. از این قصه به وضوح فهمیده می شود که زن یهودی طلبات حجاب را رعایت می کرد. در جای دیگر در سفر اشعیا آمده است که پایان شو و به زمین بنشین ای عذرا دختر بابل، به زمین بدون کرسی بنشین، نقابت را از رویت بردار، آستینت را برزن، دامنت را بالا کن و از آب بگذر. یکی از راهبان معروف کشیش تئودور یعقوب در شرح این قصه میگوید کشادن روی و بالا کردن دامن به دختران خردسال و با شرف آن زمان شایسته نبود. این گونه متنها خیلی زیادند که از مجموع آن میتوان به خلاصه رسید که زن یهودی حشمت و عفت را چگونه میفهمید. از این رو بنا به نقل راهب یهودی مایلر شیلر فقیهان یهودی با آن اتفاق کردند که زن شوهردار حق ندارد که سر خود را در کوچه کشاده دارد. او میگوید امروز مسئله سرش را پوشیدن زن نزد فقیهان یهودی در عالم حکم واقعی بوده. به مسئله طرز پوشیدن حجاب دگرگونی‌های اجتماعی تاثیر کرده است ولی آن به اصل حکم اثری ندارد. در تعلیمات مسیحی نیز مسئله چنین بی تغییر مانده است. یکی از اسقفان مشهور ترتریان گفته است که باید زن چنانچه در کلیسا خود را با حجاب محکم میکند در کوچه نیز خود را بپوشاند تا مردان را به خود جلب نکند. اسقف دیگر کلمنت اسکندری دعوت نموده است که زن وقتی از خانه‌اش بیرون بشود باید تمام بدن خود را بپوشاند. اسقف دیگر اوگوستین زن بدون حجاب را عموما قبول ندارد زیرا به اندیشه او این چیز به عفت زن مخالفت میکند چون که او به این کارش دقت مردان را به خود جلب مینماید. گروه زیادی راهبان مسیحی اتفاق بر آن کردند که زن باید هنگام به کوچه و جایهای جمعیتی برآمدن خود را به حجاب بپوشاند. در طبع سال 1908 انجام یافته دانشنامه کتاب معروف چند رسم زن مسیحی آمده است که رویش را به نقاب پوشانیده است. در رسم دیگر یک زن بر تن حجاب دارد. جویس سالزبری مورخ آمریکایی این حالت انتشار وسیع حجاب را در فرهنگ مسیحی چنین شرح می‌دهد: موی زن رمز و افاده جانب جنسی زن و نوع آن بود. از اینجاست که راهبان کلیسا دائما میگفتند که زن باید سر خود را پوشیده دارد. چنین مناسبت با حجاب از عصرهای میانه تا زمان معاصر و آغاز عصر 20 ادامه کرد. چنانچه در این نوار تاریخی دیده می شود سال 1901 در کوچه های بریتانیا حجاب یک چیز عادی به شمار می رفت. پیش از آن نیز در یکی از کهنه‌ترین نوارهای ثبت شده که به سال 1888 تعلق دارد دیده می شود که زنان کارگر فرانسوی از کارخانه برآمده ایستاده‌اند و اکثر آنها بر تن لباس محتشم و بر سرشان سرپوش‌هایی است که مویهای آنها را پنهان می‌کند. این حادثه حتی بعد 100 سال انقلاب فرانسه که نفوذ کلیسا را ریشه‌کن کرده بود. به گفته راهب ساموئل هرزفلد زنان در عصرهای میانه بخشی از مویهای خود را هم در خانه و هم در بیرون همیشه پنهان می‌داشتند. بنابراین با سر کشاده به بیرون برآمدن زن یک کار خیلی زشت حسابیده می‌شد. پوشاک زنان ایران و توران. میتوان ایران را منشأ اصلی پراکندن حجاب در جهان دانست. چنانچه مردم ایران و توران نیز از قدیم الایام حجاب یا چادر به بر میکردند. چنانه که صاحب کتاب تاریخ تمدن ویل دورانت میفرماید زنان طبقات بالای اجتماعی جرأت آن را نداشتند که جز در تخت روان روپوشدار از خانه بیرون بیایند و هرگز به آنان اجازه داده نمیشد که آشکارا با مردان رفت و آمد کنند و زنان شوهردار حق نداشتند هیچ مردی را ببینند. در نقشهایی که از ایران باستان برجا مانده است هیچ صورت زن دیده نمی شود و نام از ایشان به نظر نمی رسد. مؤلف کتاب شاهنشاهی ساسانی تورج دریایی میگوید که در متون پهلوی زردشتی آمده است که زنان باید ساده و پوشیده لباس بپوشند. بنابراین پوشانیدن سر و پاها در مورد زنان بسیار اهمیت. این چنین باستانشناس و تاریخدان ضیای پور در کتاب خود پوشاک باستانی ایرانیان زنان در زمان هخامنشیان چادر به سر می‌کردند و دامن‌های بلند می‌پوشیدند. حکیم ابوالقاسم فردوسی در اثر بیزوال خود
لباس نیاگان ما را وصل نموده میگوید: منیژه منم دخت افراسیاب، برهنه ندیدی رخم آفتاب. همه دخت توران پوشیده روی، همه سرو بالا همه مشک بوی. از این همه چنین خلاصه می شود که حجاب یک عرف انسانی و عادت زنانه می باشد که از زمان آغاز تاریخ در همه فرهنگ های بشری از قبیل یونانی و رومی و در تمدن های آشوری و شومری از غرب تا شرق به حشمت و عفت مربوط بوده است. زنان به وسیله کرته های وسیع و سرپوش های کلان دامان خود را پاک نگاه می داشتند. شرم و حیا برایشان مانع می شد که بخشی از بدن خود را در بیرون از خانه گشاده دارند. از این لحاظ اسلام تنها برای اتمام رسالت پیامبران پیشین آمد. ارزش عفت را اسلام اختراع نکرد، زیرا دعوت به عفت و پاکدامنی از صمیم رسالت بود که تمام پیامبران الهی از زمان آدم علیه السلام تا به آخر اعلان داشتند. بلکه اسلام بهر آن آمده بود که این ارزش والای انسانی را برکمال سازد. چنانچه در حدیث شریف آمده است: محقق است که من تنها برای برتمام نمودن اخلاق نکو فرستاده شده ام.